سلام سهر جون، ممنون، مرسی که دعوت ما رو پذیرفتی. ممنون از شما. خیلی دوست دارم در مورد این حوزه فعالیت توی بیوتی باهات صحبت بکنم، این گفتگو رو داشته باشیم با هم دیگه. حالا من آشنایی دارم نسبت به شما، ولی خب میخوام این روشن‌تر بشه از زبون خودت، این موضوع رو با هم دیگه گفتگو داشته باشیم. که چند ساله که توی این زمینه فعالیت داری و اصلا کلا بین این همه شاخه‌هایی که توی لاین بیوتی وجود داره، چی شد که این شاخه رو انتخاب کردی؟ و الان من نمیگم که تو چه شاخه فعالیت داری، خود دوست دارم که از زبون خودت بشنویم که اصلا شاخه فعالیتت چی هستش توی زمینه بیوتی. همونطور که میدونین من سحر یار احمدی هستم. تقریبا 5 ساله که توی این زمینه فعالیت میکنم. لاین تخصصی کراتین و درسته. احیا و صافی مو هستم و کلا از اولش نمیدونم چرا علاقم به مو خیلی زیاد بود. حالا هی مثلا نمیدونم توی بگم شینیون، نمیدونم کوتاهی، کپ، اینجور چیزا، ولی خب بالاخره اونقدر این امتحان کردم دیدم فعالیتی که توی لاین پس احیا و یعنی صاف. بقیه لاین های حالا زیبایی که مختص به مو باشرم یه تجربه توش آره، داری؟ رنگ و لایت، حالا درسته. کپ و اینجور پس چیز. بیشتر توی قسمت مو توی کار با مواد. آره، کار با درسته. مواد خب چقدر جالب، یعنی کار رنگ و مش و اینا رو همه رو تجربهشو داری و انجام بله، دادی و آره، بعدش شاخه احیای مو رو آره، برای خودت به انتخاب صورت کردی. تخصصی. خب خیلی هم عالیه. حالا چیزی که برام وجود داره، میخوام که یعنی صحبتی که میخوایم داشته باشیم بیشتر در مورد این هستش که این استارت حالا فعالیتی که زدی، دوست دارم بیشتر در مورد این موضوع صحبت بکنم که این تجربه رو سعی کردی که به صورت آکادمی حالا به دست بیاری توی این زمینه بیوتی، یا حالا تجربی، یا به قول معروف اسیست بودن. این اتفاق رو چی جوری تجربه کردی و به این مرحله رسیدی؟ حقیقتش من فکر کنم تمام کسایی که توی این لاین های زیبایی میرن انگاری که از بچگی یه چیزی توی ذهنشون بوده که یه خب گرایشی به این چیزا داشتن که بعد تونستن. منم از همون بچگی احساس میکردم خوشم میاد، حالا آرایش کردم با مو، نمیدونم اینجور چیزا رو دوست داشتم. بعد دیگه توی سنی که رسیدم احساس کردم باید یه هنری از خودم بلد باشم، یه درسته. بتونم ازش یه کسب درآمدی بکنم و اون چیز ذوقم بود دیگه، دوست داشتم. بعد دیگه به صورت این که رفتم حالا کلاس‌های مختلف، آکادمی‌های مختلف آموزش دیدم و اینو به عنوان یه شغل برای خودم انتخاب کردم. پس الان خیلی حرفه‌ای و به روش حالا آکادمیک این لاین رو آره، انتخاب کردی، چون بله، خیلی از حالا متخصصای زیبایی هستن که تجربی. به حالت تجربی اینو کسب میکنن، یعنی اسیست بودن در کنار حالا یه نفری که تو این زمینه پرفکت هست و اکتفا میکنن حالا به همون اون روش و سیستم اون یک نفر، چون به هر حال متفاوت هستش دیگه آره، آموزشگاه و متوجه هست. سبکایی که وجود داره. خب سهر جون، کلا من با همه بچه ها در مورد این موضوع صحبت میکنم و دوست دارم که از شما هم اینو بدونم که مرحله به مرحله حالا چالش هایی که توی این زمینه وجود داره، این هستش که اولین چالش که الان ما هم دیگه رفتیم این هستش که حالا یه نفر میفهمه که توی لاین بیوتی توی زمینه خیلی استعداد داره، که اینم همیشه برمیگرده به دقیقا همین مثالی که زدی. همه این تجربه رو دارن مشترک که من از بچگی خیلی علاقه داشتم که مثلا رو عروسک هام یا مثلا همبازیام با موهاشون مثلا سعی می‌کردم یه استایلی پیش برم، نمیدونم رو صورتشون میکاپ بکنم، یه زمینه پیش زمینه‌ای داشتن، یا حالا اکثرا مثلا پیش میاد که مثلا رشته هاشون هنری بوده و به این سمت حالا سوق پیدا کردن که توی این زمینه اون هنرشون رو لحاظ کاری ادامه بدن. خب شما اینو گفتین که حالا
این فیدبک ها ازتون گرفتیم که شما توی بچگی این استعدادو داشتین و دوست داشتین که بزرگ شدین به یه سمت، حالا یه شغلی برای خودتون انتخاب بکنین یا هنری برای خودتون انتخاب بکنین و رفتید توی حالا قسمت بیوتی و این لاین. این چالش رو گذروندین و دوره هایی که باید، یعنی یکی از چالش ها اینه که خب حالا من انتخابمو کردم، اینو کجا برم بگذرونم، پیدا کردن حالا اون مدرسشه، اون آموزشگاه یا هر چیزی. اینم جزو یکی از به نظر من چالشاییه که برای متخصصا پیش میاد، چون که قراره براش یه هزینه‌ای بکنن، هزینه کمی هم نمیکنن و در کنار اون هزینه دوباره باید یه سری مواد هم تهیه بکنن. خب این خیلی انتخاب مهمیه که تو بتونی درست انتخاب بکنی که کجا اون آموزش رو ببینی که حالا بلافاصله بعدش برات موثر باشه، تاثیر مثبت توی حالا روند کاری داشته باشه، که انشالله برای شما این اتفاق افتاده باشه که انتخاب درست کرده باشی. چون من از متخصصا این متاسفانه این موضوع رو میشنوم که خب حالا به خاطر یه سری تبلیغات و این داستانا انتخاب اشتباهی کردن و مثلا بابت اون هزینه‌ای که کردن و رفتن اون دوره ها رو گذروندن، خب خیلی راضی نبودن و مجبور بودن که دوباره یه سری آموزش ها، یه سری هزینه دوباره انجام بدن. اگر اشتباه نکنم فکر میکنم نسبت به حالا فیدبکی که از قبل ازت دارم در مورد نوع حالا اون آموزشت، اون جایی که حالا قرار بوده که بری و این تخصص رو به صورت حرفه‌ای آموزش ببینی، اوکی بوده، درسته؟ آره خیلی خوب بوده خب و خدا خدا رو شکر. رو راضی بودم. این حالا چالش اولی بود که حالا من توضیح دادم. در مورد چالش بعدی این که حالا وارد زمینه توی این زمینه بخوای حالا دنبال کار بگردی و اینکه قطعا اولین گزینه برای همه متخصصا این هستش که خب میگردن دنبال این که توی سالن زیبایی بخوام فعالیت خودشون رو شروع بکنن. میخوام ببینم این چالش رو چجوری باهاش روبرو شدی، چجوری پیش رفتی؟ ببین حقیقتش این که من اول از همه حالا میخوام تجربه خودم رو در اختیارتون بذارم و کسایی که حالا دارن این پادکست رو گوش میدن شاید یه تجربه باشه به درد یه نفری که بخواد تازه این کار رو شروع کنه بخوره. اینکه من اول بدون هیچ پیش زمینه قبلی رفتم آموزش دیدم. بعد از اینکه آموزش دیدم رفتم توی حالا آگهی ها گشتم جایی که به عنوان دستیار رفتم استخدام شدم، کار کردم و بعد از اینکه به عنوان دستیار استخدام شدم تازه خیلی از چالش ها، سوالای ذهنم و اون تجربیاتی که باید به دست می آوردم و به دست آوردم. حالا میخوام اینو بهتون بگم که اگر کسی میخواد وارد این عرصه بشه بهتره اول بره به عنوان دستیار کنار کسی وایسته، کار کنه، تجربه کسب کنه، بعد بره خودشو آپدیت کنه. نیازی نیست همون اول بری شما مثلا بخوای مثلا همون اول مدرک بگیری، تخصص بگیری، آکادمی بری. به این چیزا به نظر من نیازی نیست. بعد اینطوری شد که من رفتم وایسادم پیش یه خانومی، یه سالونی بودن، کار کردم. بعد از اون تازه وقتی که آپدیت میرفتم، تازه وقتی آکادمیای دیگه میرفتم متوجه میشدم که تازه اون داره چی میگه، متوجه حرفای اون مثلا اساتیدی که صحبت میکردن میشدم. درسته. یعنی چیزی که الان من متوجه شدم اینه که شما قبل از اینکه بخواین حالا دوره‌های حرفه‌ای و بگذرونی به صورت حالا آکادمی تو آموزشگاه تخصصی، اول رفتی استارت رو زدی، این تجربه رو اصلا وارد محیط کار توی سالن شدی. آره. بعد میتونم بپرسم اسیست چه لاینی شدی؟ مرتبط بود با این رنگ و لایت بود. پس مرتبط بود. آره. مرتبط توی همون. این هم ایده جالبی بود. یعنی من فکر میکنم اولین باره که اینو دارم میشنوم که یه نفر با این تجربه شروع میکنه که اول بره. خب خیلی جالبه، به نکته خوبی اشاره کردی، چون هیچ زمینه از سالن زیبایی یه نفر میتونه نداشته باشه. اصلا قبل از اینکه اون هزینه رو بکنه بره ببینه اصلا من توی این محیط میتونم تاب‌آوری داشته باشم، میتونم کنار بیام با این شرایط کار کردن. جالب بود، چون که چیزی که من میدونم حتی بچه ها به اشتراک با هم میذارن و ازشون میپرسم اینه که خب همه چالش اصلیشون اینه
که اول بگردن دنبال حالا بهترین آکادمی آره که وجود داره، دقیقا کاری که خود آموزشگاه، من کردم. که اصولا هم به این صورت بوده که همه میرن اون دوره بیسیک حالا آرایشگری رو میگذرونن توی آموزشگاه ها که حالا به اصطلاح میشه همون مدرک فنی حرفه‌ای که اونو داشته البته باشن. ناگفته آره نمونه که میونه کلامتون که من خیلی سنم کمتر بود یه همچین چیزی رو گذروندم، میگم اینو چون یه گذروندی، آره بعد یه گذرونده بودم. فاصله بینش افتاده، بعد آره تصمیم گرفتی. دقیقا همینطوره که اول اونو میگذرونن و فکر میکنن که اون اولین مرحله‌ای که باید بگذرونن. ناخودآگاه این چیدمان خیلی اتفاقی پیش اومده، وگرنه به آره قول شما اصلا ضرورتی نداره که بخواد آره اینها مرحله به مرحله پشت هم برای پیش من بره. اینطوری خیلی بوده. جالبه بخاطر چیزی که این موضوعی که مطرح کردی. اولین چیزی که تو ذهن من اومد که اصلا واقعا به هر حال شرایط کاری، محیط کاری توی سالن خیلی متفاوته. اینکه واردش بشی و اصلا ببینی که چی جوریه میتونی، چون واقعا خیلی دقیقا اینو الان گفتی به من خیلی فیدبک زد به تجربه یکی از متخصصا که میگفتش که من کلی هزینه کردم بابت حالا آموزش ها، موادم و این داستانه و حالا پیش اومد که وارد یه سالن خوبم شدم برای شروع کارم، ولی دیدم که اصلا این کار من نیست و دوست نداشت که ادامش بده. ولی ناراحت این بود که خب خیلی زمان گذاشته، خیلی انرژی و هزینه بابت این موضوع گذاشته و میخواست جبران بکنه و میگفتش که خب من به هر حال باید این لاین رو ادامه بدم، این کار رو ادامه بدم، من خیلی بابتش وقت گذاشتم، هزینه کردم. که اینم خب خیلی بده، چون آدم اون کاری که انتخاب میکنه باید توش حالش خوب باشه، نباید به دقیقا خاطر اینکه یه تایمی براش انرژی گذاشتی، هزینه کردی، این اتفاق برات بیفته. خیلی دوست داشتم این تجربه‌ای که برامون به اشتراک گذاشتی، نکته خیلی خوبی بود حداقل برای خود من. خب بعد از اینکه این تصمیم رو گرفتی و حالا اسیس بود یا دوره آکادمی رو گذروندی، خب چالش بعدی برمیگرده به اینکه خودت بخوای برای خودت مستقل کار کنی دیگه. درسته که خب خوبه که آدم یه تایمی اسیس باشه، حالا کنار یک نفر یا چند نفر، چون هر کی سبک کاری خودشو داره. تو از هر کسی یه تجربه‌ای به دست میاری توی اون روندی که تو اون مسیری که هستی، ولی به هر حال یه جایی به بعد باید استقلال کاری خودتو داشته باشی و قطعا باید بیای دنبال این که حالا من از کجا شروع بکنم، از کدوم سالن، از هر چه روش. دوستم در مورد این موضوع صحبت بکنی که چی جوری وارد یه سالن شدی برای اینکه حالا بخوای مستقل برای خودت کار بکنی. دیگه بعد از اینکه حالا یه چیزی هم راجع به بحثی که الان داشتیم میکردیم خدمتتون عرض کنم که دقیقاً من توی سن کمی هم این کار رو شروع نکردم، ولی وقتی واردش شدم تازه فهمیدم علاقه من توی این همه سال زندگی چی بوده. و من یعنی میخوام بگم شما تو هر سنی که باشین میتونین تازه خودتون رو کشف کنین که به چی علاقه دارین، چی رو دوست دارین، تا الان داشتین چه مسیری رو اشتباه میرفتین. و واقعا منم توی همون چند سالی که 2-3 سالی که مثلا پیش کسی بودم کار میکردم کنار اون خانوم توی اون سالن، تازه اونجا فهمیدم که چقدر علاقه داشتم به این کار و این همه سال مثلا چیزا میکنم. بعد از اینکه پیش این خانم جدا شدم از این سالن، دیگه روند سالن‌ها اینجوریه که شما یا باید بری توی سالن وایسی به صورت درصدی براشون کار کنی که بهت حالا مشتری میدن و داستانای خودش، یا اینکه هم میتونی صندلی اجاره کنی و توی سالن یا حتی مشغول. مشتریای خودتو داشته باشی و آره ورود به اون مشتری سالن بود. خودتو داشته باشی. و حالا مثلا که خیلی دیگه به نظر من سخت‌ترین مرحلهش اینجاست که شما باید دونه 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 مشتری‌ها رو برای خودتون نگه دارین، جذب کنین با ارائه دادن کار خوب. دقیقا. سحر جان، یه چیزی که حالا صحبتی که کردی یاد یه موضوعی افتادم که قبلا با هم دیگه یه صحبتی داشتیم که اصلا کلا با اینکه همه این علایق تو میگی که از بچگی این علاقه رو داشتی و الانم خدا رو شکر توی این مسیر هستی، ولی یه تایمی شما اصلا فعالیتت و کارت چیز دیگه ای بوده و خیلی برمیگرده به یه تجربه شخصی که داشتی توی زندگیت و اگر که دوست داری برامون به نه اشتراک خواهش بذاری، چون میکنم. که خیلیا میتونن که مثل شما این چالش رو داشته باشن
که کاری که داشتن قبلا اصلا کار غیر مرتبط بوده و بعد یه جایی به بعد تصمیم میگیرن بابت یه سری تجربیاتی که توی اون کار دارن که تصمیم بگیرن که تازه با اصلا من علاقم این نبوده، اینجا جای من نیستش، برم دنبال اون کاری که دوست دارم. خیلی دوست دارم اگر که خودت اوکی هستی در مورد این موضوع با هم دیگه صحبت داشته باشیم، چون میدونم که خیلیا از حالا دوستا، همکارا، متخصصا مثل شما قطعا این تجربه رو داشتن. حقیقتش بله، مشکل نداره، در خدمتتون هستم. میگم حالا به قول شما شاید به درد یه نفرم بخوره، دقیقاً. شاید یه مسیری براش عوض شه توی این چیز. منم یه تجربه، یه زندگی داشتم. بعد از اون زندگی یه دفعه به خودم اومدم که دیگه خودم، یعنی باید خودم مسیر زندگیمو تنهایی طی کنم. بعد عزیزم میشه نگم؟ عزیزم هر جور راحتیه. من بهتون گفتم که اگه دوست دارین اصلا چون که یه گفتگوی قبلش با هم دیگه داشتیم، خودت گفتی که یعنی پیشنهاد دادی که دوست داری که اینو به اشتراک بذاری. حالا این میتونه باز بمونه، هر زمان که خودت دوست داشتی بگی که من الان شرایطشو دارم. چون که به خاطر اینکه دقیقا همین چیزی که خودت گفتی، شاید این یک نفر هم یه کمکی باشه که بتونه که به این فکر بکنه که خب حالا این اتفاق براش افتاده، اصلا توی کار مورد علاقش نیستش. من همیشه قبلا مثلا آرزوم این بوده که کارم این باشه. یه جا اون رنجه، اون فشاره باعث بشه که به خودش بیاد، تازه به خودش فکر بکنه، به اون علایقش فکر بکنه، اون شغلی که همیشه آرزوشو داشته فکر بکنه. ولی ممنون باز که تا همین این چند ثانیه هم تونستی همراهی بکنی و بابت اون جمله‌ای که گفتی که عزیزم اشکال نداره، اصلا مشکل نداره. خب سحر جون، دوست دارم در مورد لاین تخصصی که توش هستی، احیا و صافی مو، یکم بیشتر با هم صحبت بکنیم. حالا نحوه انجامش، ترندایی که وجود داره، متریالایی که حالا روز به روز تغییر میکنن، با هم دیگه مقدار صحبت بکنیم. مثلا کلا روش کاری انقدر الان لاینا همه تخصصی شده، متفاوت شده، یعنی هر شخصی استایل و سبک کاری خودشو داره. نمیتونی 3 نفر حتی 2 نفر کنار همدیگه بذاری که با یه روش کار بکنن. هر دوتایشون هم در نهایت اون نتیجه‌ای که میخوان بگیرن و یاد گرفتن رو میبینی ازشون، ولی خیلی روش ها و سبک ها متفاوته. حتی مواد هم همینطور، متریال هم خیلی متفاوته. دیگه بستگی به این داره که متخصص خودش دوست داره که کدوم روش و کدوم سبک و حالا آموزش رو دیده و بخواد روی مشتری پیاده بکنه. حتی نوع متریالش هم خودش انتخاب میکنه. دوست دارم بیشتر با سبک کاری آشنا بشیم که اصلا سبک کاری این احیای صافی مو تو یه توضیح مختصری بدی بهمون که اصلا یعنی چی، چه اتفاقی میفته، و بعدش هم در انتهای توضیح کوتاهی هم در مورد حالا متریالایی که وجود داره بهمون بدی، ممنون میشم. والا حقیقتش مهمترین موضوع و چالشی که توی این هیته وجود داره اینه که شناخت مو. یعنی شما باید بدونین که یه مو به چه چیزی نیاز داره، چقدر آسیب داره، مشتری چه چیزی میخواد، شما چه تشخیصی میدین، که این مهمترینشه. که خیلی وقتا مشتری با اینکه مثلا من متخصص میدونم الان نیاز موی ایشون چیه، چی براش، ولی مثلا اصرارشون بر یک کار دیگه است که مثلا حالا یه جایی فلان مثلا متخصص بهش. این یکی از بزرگترین چالش‌هایی که تو همه لاینا وجود داره. که حالا متخصص نسبت به تجربه‌ای که داره و تخصصی که داره میدونه که چی مناسب اون فرده حالا برای هر لاینی، ولی خب مشتری با یه دیدگاه دیگه ای میاد و این مجاب کردنه که این مدلی که انتخاب کردی، این روشی که انتخاب کردی مناسب مثلا شما نیستش، یکی از بزرگترین چالشایی که همه متخصصا دارن. میخوام اونم حالا توی لاین تخصصی شما که با سلامت مو بیشتر در ارتباطین و اسمش روشه، احیای مو، یعنی یه نفری که به شما مراجعه میکنه قطعا یه آسیبی روی موش دیده و میخواد که حالا این آسیب برطرف بشه.
این چالش رو شما چجوری باهاش برخورد میکنی؟ روشی که داری که بخوای مشتری رو مجابش بکنی که اون چیزی که حالا باهات جای دیگه مشورت کردن مناسب شما نیستش. من حالا نسبت به شناختی که از موی شما دارم میبینم، این خیلی دوست دارم بدونم که چی جوری اینو با مشتری با هم دیگه اه، به یه نتیجه میرسین. والا اولش یه خورده ممکنه مثلا مشتری مقاومت کنه که مثلا نه من حتما میخوام الان موام بوتاکس بشه یا پروتئین بشه. ولی خب با توجه به اون علمی که ما داریم و در اختیارش میذاریم که الان باید مثلا موی شما قبلش این اتفاق براش بیفته، نمیدونم نیاز موی شما اینه، بعدش اینه، الان ممکنه اونقدری که شما بخوای صافی که در اختیار از توقع چی فیلمایی که توی اینستا بله. میبینن یا توی مجازی میبینن که مثلا بگن نه من عین همین میخوام اینجوری موهام شلاقی شه، یه موی واقعا نمیشه، نیاز مو اصلا یه چیز دیگه است، دیگه اون است. صافی نیست. خب این همین کیسی که گفتین الان چجوری مجابش میگم میکنین با که علمی که داریم خب و حرفایی که میزنم و توضیحی که بهشون میدم راجع به اون کار 99% موفق میشه؟ موفق میشن و متوجه میشن که آره مثلا روش درستش اینه. یکی از چالشایی که من میدونم وجود داره اینه که توی این مسیر حالا احیا و صافی یه وقتایی احتیاج هستش که توی چند مرحله این کار انجام بشه، یعنی نمیشه که توی یک روز این اتفاق بیفته و اون چند مرحله خب هم یه سری هزینه به دنبالش هست، هم دوباره یه سری وقت دیگه که مشتری بخواد بذاره که یه مقاومتی ایجاد میشه، ولی واقعا به صلاحشه که این کار رو انجام بده که دقیقا نتیجه بهتر ببینه. دقیقا. این هم یکی از موضوعاتی که خیلی مهمه، اینو چی کار میکنی باهاش که هم مشتری از این موضوع که مجبور باشه چند بار بخواد بره بیاد و هزینه بکنه و از اون طرف هم توی یک روز اون نتیجه مطلوب رو نمیتونه بگیره. م، خیلی متقاعد کردن مشتری، آره فقط هم تو لاین سختم. شما نه ها، تو خیلی از لاینای دیگه که لازمه که چند بار بیان صبوری به خرج بده واسه اون کارش تا اون نتیجه رو ببینه، چالش وجود داره. یکم طاقت آره مشتریا توی این زمینه کمه، دوست دارن که همون روزی که میان توی حالا پیش شما پیش متخصص که کار انجام بدن همون روز اون نتیجه که میخوان بگیرن. این اگه بهمون توضیح بدی من خیلی ممنون میشم. معمولا خودم به شخصه و مطمئنم متخصصین دیگه هم همینطور سعی میکنم توی همون یک روز حالا طی چند مرحله مواد گذاری به اون نتیجه مطلوب تا 90% برسونم. یعنی باز سعی شما به اینه که آره اون توی خواست مشتری توی یک روز انجام آره بشه، ولی شما هم فکر میکنم با نظر من موافق باشه که واقعا یه سری جاها آره لازمه که تو چند مرحله تکرار دقیقا بشه این کار بله و اگر که این تلاش رو بکنن، با شما این همراهی رو داشته باشن، خیلی نتیجه نتیجه بهتری بهتری میگیرن میگه. و توی این لاین احیا و صافی حتی اون اون تایمی که میتونن از اون صافی موشون بهره ببرن بیشتر میشه. یعنی اگه قرار بله باشه که توی یک روزه اون تاثیر مثلا 3-4 ماه بمونه، اگه اون زمان گذاشته بشه اون ماندگاریه خیلی بیشتر براشون خواهد بود. بله دقیقا دقیقا همینطوری که میفرمایید. ولی اگر نیاز باشه حالا بازم با مهم. توجه به اون چیزی شناخت و تجربه‌ای که داریم در اختیارشون میذاریم که اگر بیایم بهتر میشه، حالا خیلی‌ها قبول میکنن و این کار رو چیز میکنم و توی از بابت هزینه هم که میگی ما هم توی مراحل بعدی خب خیلی باشون با مشتری سعی میکنم، من خودم به شخصه راه بیام که بتونه مثلا حداقل اون لذتی که باید از اون جنس موی خوب ببره رو ببره. بتونه چیز کنه. خیلی هم عالی. حالا مورد دیگه که وجود داره که خیلی دوست دارم از زبون خودت بشنوم اینه که دوباره توی این لاین شما چالشی که وجود داره اینه که این کارها که حالا احیا به روش حالا پروتئین، بوتاکس، کراتین، یه چالشی که وجود داره اینه که خب اکثر خانم ها موهاشون حالا یا مش داره یا رنگ داره. اون داستانی کسایی که رو موهای نچرالی دارن که حالا بحثش جداه. اون چالشی که وجود داره برمیگرده به کسایی که حالا موهاشون رنگ داره و حالا لایت داره، زمان رنگ ریشش رسیده، رنگ ساجش رسیده یا ترمیم مشش رسیده. خودت میدونی، میخوام دیگه بیشتر توضیح ندم، از زبون خودت بشنوم. این یکی از دوباره چالشایی که وجود داره که مشتری بدونه که این مرحله رو کی انجام بده، رنگش رو احیا رو کی انجام بده، قبل یا بعد. اگه توضیح بدی بابت این موضوع هم معمولا ممنون میشم. کسایی که میخوان کار احیا و صافی انجام بدن
بهتره که قبل از اینکه بخوان کار صافی رو انجام بدن، احیا رو انجام بدن، قبلش کار لایت، رنگ، دکولورا رو مهم. انجام بدن. یه وقتی 10-15 روزه بینش ایجاد کنن و بعد بیان کار صافی رو انجام بدن که اگر مشکلی هم توی کار لایت و دکولور و رنگ و ایناشون توی موهاشون، قطعا با کار احیا و صافی از بین میره و یه موی سالم و ابریشمی تحویلشون میده. چقدر عالی. خب باز حالا خودتون اگه از نکته توی این مسیر اگر جا مونده بود که خیلی میتونه حالا تاثیر بذاره حالا روی تصمیم گیری مشتری برای یه همچین کاری، حتما بهم بگو که با هم دیگه در موردش صحبت داشته باشیم. ولی چیزی که حالا بعد از این صحبت ها تو ذهن خودم هستش، خیلی دوست دارم یه مقدار در مورد متریال هایی که وجود داره توی این لاین و میدونم که خب هر تکنولوژی خب دائم در حال پیشرفته و این فرمولا همیشه در حال تغییر کردنه و در راستای خب راحت تر شدن کار شما و نتیجه مطلوب برای مشتری. ولی خب خیلی خوبه که این اتفاق داره میفته، ولی خب یه چالشی ایجاد میکنه که دائم شما در حال باید هزینه کردن مواد باشین، موادی که تازه خریدین و هنوز استفاده نکردین، تموم نشده، میشنوید که حالا به خاطر داشتن یه همچین فرمولی به مو آسیب میزنه. فکر میکنم متوجه منظورم شده. این بله. چالش خودت چجوری باهاش کنار میای و اصلا چجوری خودتو تو این زمینه آپدیت میکنی؟ سعی میکنی که با اون روش قبلی که داشتی، اون موادی که گرفتی پیش بری تا یه جایی، حتی اگر در موردش مورد منفی وجود داشته باشه، بعد بری سراغ حالا یه متریال دیگه ای. اینو چی کار میکنی؟ این چالشی که خودت باهاش داری و این هزینه‌ای که بابت این مواد تو این لاین میشم هزینه کمی نیستش. دقیقاً. هزینه های زیادی باید بشه اگه قرار باشه مواد خوبی تهیه بشه که بخواد نتیجه خوب بده. اینم اگه در موردش بهم توضیح بدی خیلی ممنون میشم. همونطوری که گفتین توی این لاین هر روز هی داره این متریال عوض میشه، هر روز هی به قول معروف دست بالا دست میاد، هی یه کمپانی میاد میگه محصول من دقیقاً. بهتره، یکی میاد میگه محصول من بهتره. ولی خب اساتیدی که من پیششون آپدیت میرم مهم. انجام میدم، اکثرا با یه فرمون رو گرفتن همونو مهم. میرن، یعنی با همون متریالی که مثلا چندین سال پیش کار میکردن الانم که میرم همون. ولی وقتی باشون صحبت میکنم بهم مثلا من میگم مثلا حالا شاید مثلا فلان مواد مثلا یه خورده گاز و بوی بیشتری داشته باشه، یه خورده مثلا صافی کمتری داشته باشه، که خودشون اینو عنوان میکنن که بهتره که شما موادهای مختلف رو امتحان کنین، ببینین باگ هر کدومشون چیه، آره. خوبیش چیه، بدی آره. هر کدومش چیه. آره ولی همونطور که میدونین خیلی متریالش متریال خب گرونی یعنی اگر بخواین هست. این حالت رو امتحان بکنید که موادی که حالا پیشنهاد میشه از کمپانی های مختلف، خب ملزمه اینه که دائم یه هزینه انجام بدین که اینم فکر نمی‌کنم برای یه متخصص دقیقا بصرفه. همینطور، ولی معمولا اینطوری هستش که هر متخصصی، هر کسی که توی حالا مهم. لاین خودش، حالا ناخن، مو، موژه، هر چیزی که هستن، یه چیزی رو امتحان میکنم و با یه موادی کار میکنم و میبینم با اون همگی شناخت رو کامل اوکی. به اون مواد آره. پیدا میکنن. آره. اینو که من خودم یعنی میدونم که توی همه لاینایی که حالا مواد استفاده میشه به این صورت هستش که موقعی که حالا اون مواد تهیه میشه یه سری آزمون خطا هستن تو آره. متخصص انجام میشه، خیالش راحت میشه بابت این موضوع که خب توی چه مرحله و چه لولی این مواد میتونه حالا بد عمل کنه، میتونه خوب عمل بکنه، یعنی خیالش راحت میشه. حالا بعد از اینکه یعنی تقریبا همه متخصصایی که حالا با مواد سر و کار دارن سعی میکنن که یه برندی استفاده بکنن که خیلی کمتر با این موردی که حالا بهش گفتیم اشاره کردیم برخورد بکنن. ولی یه موضوع دیگه که وجود داره توی همون موادی که انتخاب میکنین و سالها ازش استفاده میکنین، حالا تو شرایطی که ما داریم زندگی میکنیم توی جامعه که هستیم، یه ذره یه چالشی که وجود داره اینه که بعد یه تایم کیفیت این مواد میاد پایین و به قول دقیقاً. معروف فیک اینها خب خیلی زیاد میشه و اون تایمی که بخوای این متوجه این موضوع بشین که خب این موادی که الان سالها دارم ازش استفاده میکنم چرا دیگه اون جواب رو نمیده و از همون جایی که همیشه خریداری میکنم خریداری کردم، یه ذره این چالش وجود داره. میخوام ببینم خودت تجربت با این مورد چی جوریه. حقیقتش همیشه سعی کردم از کمپانی خرید بکنم که از اصل بودن موادش مطمئن مهم. باشم.
خیلی برام همچین چالشی پیش نیومده که ببینم مثلا کیفیتش اومده. معمولا هم سعی کردم توی یه لاین و یه خط از مواد پیش برم، خیلی تغییر ندم، مگر اینکه به اصرار بعضی از مشتری. کمپانی‌ها یه چیزی رو بهم پیشنهاد بدن، حالا امتحان میکنم، اگر اوکی بودم که ازشون مقدار زیاد میگیرم و با موادی که بهم پیشنهاد میکنن پیش میرم، اگرم نه که مواد قبلی خودم رو دوباره استفاده میکنم. و تجربه همکارام اونم خیلی مهمه. مثلا من یا اساتیدم مثلا بهم میگه مثلا من فلان چیزا استفاده کردم، خیلی خوب بود، خیلی فیدبک خوبی داد، منم استفاده میکنم. حالا خیلی دیگه خستت نکنم، نه اذیت نکنم، خیلی فقط یه مورد خیلی یه موردی رو خیلی دوست دارم خیلی کوتاه مثلا بهمون توضیح بدین. یه مقدار در مورد حالا این لاینایی که الان وجود داره که خیلی حتی متخصصا که کاملا واقف هم بهشون میدونن که این داستان ها چیه، ولی مشتری ها فقط این اسمش و این لیبل رو شنیدن: بوتاکس مو، پروتئین مو، دقیقا. کراتین مو. یه مختصر بهمون توضیح بدی فرق این بوتاکس و کراتین و پروتئین تراپی رو بهمون، که اینها اصلا کلا ساختارشون بیسشون چیه و مناسب چه موهایی هستن. اینا رو اگه بهمون توضیح بدین من فکر میکنم ببینید دیگه معمولا بحثمون کامل هر شه. یه تار موی ما از 6 تا لایه مهم. تشکیل شده. پروتئین ها درشت مولکولن، روی سطح مو قرار میگیرن، مهم. اصلا نفوذ نمیکنن. اول از اینکه ما با اون شامپویی که قبل از کار مو رو میشوریم، آمادش میکنیم برای دریافت مواد، با اون شامپو داریم مو رو تخریب میکنیم. مهم. یعنی اگر حتی یه موی نچرال، مویی که دکولور است که خودش تخریب شده، مهم. ولی مویی که نچراله، ما با اون شامپو، با اون به قول معروف چنگ زدن توی مهم. سرشور، داریم اون مو رو تخریب میکنیم، آمادش میکنیم که پذیرای مواد بشه. پروتئین ها که معمولا برای نرمی موه، یعنی اگر میگن مثلا ما میریم مثلا پروتئین میکنیم که ازش صافی بگیریم، نمیدونم چیز کراتین، ببخشید کراتین. کراتین خیلی مثلا میگن شاید آسیبش بیشتر باشه فلان باشه، اینطور نیست. کراتین فرقش با پروتئین اینه که توی لایه شیشم مو شروع به فعالسازی آره میکنه. واکنش نشون نشون میده میده. و توی لایه شیشم، از لایه شیشم مو رو درمان میکنه. پروتئین یا کراتین؟ کراتین. کراتین. به خاطر همین کراتین صافی 100% میتونی مهم. ازش بگیری. ولی پروتئین چی داشتی؟ پروتئین روی لایه اول مو، یعنی فقط برای برای نرم نرمی، شدن مو. برای یه حالت ویتامینه کردن موه. موه. یعنی چون درسته. هم درشت مولکول روی سطح مو قرار میگیره، نه مهم. موندگاری زیادی داره. یعنی مهم. اصلا صرفا چیزی به عنوان اینکه مثلا ما بریم فقط موامون رو پروتئین کنیم وجود نداره. پروتئین به عنوان یه چیزی یا پس تراپی یا پیش تراپی استفاده میشه. درست. بوتاکس هم که داستانش کلا با پروتئین و کراتین فرق میکنه. اون هم برای بسترساز استفاده میشه. قبل از اینکه ما بخوایم یه موی دکولور رو آسیب شده رو کراتین بکنیم، اونو به عنوان بسترساز میتونیم ازش استفاده کنیم که یعنی هم هم میشه بوتاکس به عنوان یه بسترساز برای حالا یه مرحله دیگه، اینکه بوتاکس رو به تنهایی انجام میدن. ببینین انجام میدن، ولی من و جایی که در حال آپدیت شدنم، اصلا بوتاکس و پروتئین رو به عنوان چیزی، به عنوان تنها که تخصصی این کار آره انجام شه صرفا آره برای یه موی آره. وجود نداره. مثلا چطور مثلا شما یه موی دکولور شده است، ما براشون با بسترساز که همون بوتاکس، حالا یه سری بسترساز ها هم هستن، براشون بسترسازی رو انجام میدیم، بعد کار کراتینشون رو انجام میدیم، بعد از این بوتاکس رو به عنوان چی میتونیم استفاده کنیم؟ مثلا خب مویی که دکولور شده خیلی آسوده، مثلا چند ماه دیگه بیاد بخواد یه مثلا یه آره مثلا اون چیزش، چون مثل همون کاری که میگیم توی چند مرحله انجام میشه، اینو مثلا بوتاکس رو به عنوانی که مثلا تو مراحل بعدی، یا پروتئینو مثلا اون به اون خاصیتی که باید پیدا کنه، اون نرمی، اون لطافتی که باید به دست بیاره رو به دست بیاره. چقدر جالب. اگر خیلی نه ممنون بابت این موضوع که اشاره کردی بهش، چون الان اینکه هر کدوم از این لاینام تخصصا که حالا بوتاکس، کراتینه یا پروتئین تراپی، که بیشتر الان
پروتئین و بوتاکس جزو یه سری از کارهایی شده آره. که خیلی احساس میکنن که باید دائم انجام بشه و هر کدوم هم به تنهایی انجام بدن. خیلی خوب شد این توضیحی که دادین، یکم متوجه این موضوع میشیم که اینا هر کدوم میتونه بسترساز یه مورد دیگه ای باشه که مکمل هم آره. دیگه. مرسی سهر جون، ممنون واقعا بابت خواهش توضیحاتی که میکنم. خواهش دادین. میکنم. خیلی بحثش مفصل تر و بله کامل میدونم تره. خیلی مفصله، در این حالتی که بخواین تو این چند دقیقه توضیح بدین آره. میدونم که گنجایش بیشتر از اینو داره، ولی همین که اشاره کردیم به این که هر کدوم زمین ساز حالا یه لاین دیگه هستن و هر کدوم شاید به تنهایی اون نتیجه که میخواد ندن، و که میگم الان خیلی باب شده بابت این موضوع که موها رو بوتاکس میکنن که صافی بده یا اصلا اشتباهه پروتئین اینا. میکنن که صافی بده، که هر کدوم اینا اصلا هیچ کدوم صافی نمیده. نه، پروتئین معمولا مثلا 3 ماه موندگاری بله. داره. کسی که بخواد موهاش صافی دائمی بگیره فقط بیاد رشد ریشش رو ترمیم کنه، پروتئین اصلا مناسب همین موش توضیحاتی نیست. که دادین خب باعث میشه که این اتفاق بیفته که حالا هر کسی که خواست بره این لاین رو انتخاب بکنه که بخواد انجام بده برای موهاش، یکم با دقت بیشتر بره یه مقدار توضیح بده که حالا من این موضوع رو شنیدم که بوتاکس به تنهایی صافی نمیده، یا حالا پروتئین تراپی چه خاصیتی داره. ممنون واقعا ازت بابت توضیحاتی که خواهش دادی، میکنم. خیلی لطف کردی بابت وقتی که گذاشتی در خواهش اختیار ما و میکنم. توضیحاتی که دادی. ممنون از ممنونم شما، ازت. ممنون از خواهش دعوتتون. میکنم. قربون شما.